نوع استخری که ما در گناباد اجرا کردیم از نوع سرریزی هستش. مهمترین قسمت این استخر عملیات سازی این استخر است که بعد از عملیات گردبرداری که انجام شد علیرغم مقاومت خاک بسیار بالا اما از یک شفته 10 الی 15 سانتی متری استفاده کردیم که بعد از هولوش 1 ماه عملیات آرماتوربندی و قالب‌بندی این استخر انجام شد. در بتون ریزی این استخر از بتون واترپروف یا همون ضد آب استفاده شد که بعد از امان‌آوری استخر به مدت 1 هفته الی 10 روز آبگیری که در این مدت 1 هفته الی 10 روز تنها 4 میلیمتر از عمق استخر کم شد که اونم به خاطر عوامل جوی بود که وجود داشت. علیرغم این در هنگام اجرای کاشی‌های استخر در مصالح اون از مواد آببند استفاده شد و بعد از اجرای کاشی هم از مواد نانو استفاده شد که استخر به صورت کاملا 100% ضد آب تحویل کارفرما شد.